معنی زندگی و یاد جوانی ها. روز 14 نوامبر در دوشنبه 60 سالگی انسامبل استرادی گلشن تجلیل شد. اینجا از مقدس نبی و تاج‌الدین محی‌الدینوف کرامت الله قربان و ده ها هنرمند شهرتیار دیگر یاد کردند. انسامبل استرادی گلشن بسیار انسامبل نامدار و آوازه‌داری دولت ما، ملت ما 60 سال میگیم. در این 60 سال بسیار استادای بزرگ این انسامبل تربیت کرد. همه سردایی که اینا میخوندن همش زور بود. اپای مقدس میخواد تابوت سباید دل آدم بلرزه. کیف میکردیم، راحت میکردیم. اکی مورشو مورد سردای بسیار بهتری میخوندن. کرامت الله سردای زور. مرزی هم روسی هم تاجیکی زور میخوندن. اپای خرما خدا رحمت کنه. اکی تاج‌الدین هم احسان هم کردی یا جهان گرفتن احسان هم کردی. از حیات من همین 50 سال گلشن با کار کردگیم 50 سال کار کردگیم با فکرم همین زندگی من بود. یاشی تئاتر همه چیز گلشن جای علاقه میگیره. سرودهای سالهای 1970-90 خاطرات هواداران موسیقی را زنده کرد و برنامه را با کافکوبی و رقص و حتی با اشک فرح استقبال گرفتند. وقتی که ما گلشن میگیم خاطره های خیلی دوره جوانی خودمان باید می آید. باور کنید اشک شادی شخصا من و تماشابینان ریخت از اون سرایندگانی که در دوره جوانی خودشان به این انسامبل شامل شدند و یک برنامه شد که هم خاطره های دوره پیشین رو در این برنامه ما دیدیم و اون هنرمندانی که امروز در قید حیات هستند که در خارج کشور هم اونا فعالیت و زندگی کرده ایستادند به این برنامه حاضر شدند. در جشن کهنکارترین سرایندگان و نوازندگان دسته گلشن به مثل تمارا کتایووا و اسمت عبداللهیف شرکت داشتند. آنها قریب 60 سال باز هم‌آواز گلشنند. سال 1973 در گلشن کار سر کردگی بودم. مقدس نبی بودن، مایا کاسپارو بودن، یان کولیشevski بود. این آدم ها نیستن. از اینا سر کرده آساستا بر دیگر آمدن گرفتن. ولی سال 73 اینا نبودن. یک فرد بود بعدی مکتب. بعدی استادان سال 79 بهادر اومد. بعد خورما اومد. بعد خلافان دیگر پاکالگی رو آمدن گرفتن. سرایندگان جوان گلشن هم جشن را گرم کردند و امید استرادای تاجیک هم عنوان شدند. من باور دارم که جوانای نوی ما، جوانای سعادتمندی ما کوشش میکنن، میبراین، میخونن. من خیلی کوشش میکنیم که در رپرتوار در ایجاد همین سروداشون، متناشون ما کوشش کنیم، آهنگای خوب تیمینو و البته این بچهای جوان رو تربیت کردن لازم. من از زمان کودکی خود مخلص گلشن بودم. امروز خدا را شکر که من در قطار این بزرگان انعنه آنها را دوام میدیم و 60 سالگی گلشن فکر میکنم که برای من بزرگترین یک جشن است. فقط امید آن را دارم که گلشن همیشه زنده و جاوید ماند. انعنه‌ای که اون بزرگان به ما میراث مانند ما جوانان کوشش کنیم که آن را با سری بلند ادامه دهیم. دسته گلشن سال 1964 به فعالیت آغاز کرده است. چهره‌های شناخته این دسته عارفشاه عارفوف، دلیر نظروف، کرامت الله قربان، عمر زیایف، بهادر نعمتوف، مقدس نبی و تاج‌الدین محی‌الدینوف، مغفرت همرقلووا، رحیم شلائر، خرما شیرینووا، سبحان سعیدوف و چند دیگر بودند. آنها با سرودهای ای صنم، یک خنده کن ای گل، میده میده میرقصی، بادی صبا، ای نوری من و ده‌های دیگر به هواداران موسیقی استرادی تاجیک خاطره ساختند. جشن 60 سالگی گلشن با سرود معروف شب بخیر بهادر نعمتوف به انجام رسید. مهرفرین نجیبی، آزیا پلیوس.